نفوذی‌ها وسیله‌های جاسوسی مختلفی رو به کار میبرند که ممکنه بسیاری از افراد هیچ گونه توجهی به آنها نداشته باشند. به همین علت با تابلند همراه باشید تا 10 نمونه از عجیب‌ترین وسیله جاسوسی را که تا به حال استفاده شده رو برای شما معرفی کنیم. ابزارهای جاسوسی به شکل تنه درخت. سازمان CIA از ابزارهای جاسوسی بسیار عجیب و غریبی استفاده می کنند که یکی از اونها ابزار شنود به شکل تنه درخت است. از این وسیله برای به دست آوردن اطلاعاتی درباره کشور شوروی استفاده می شد. دوربینی به شکل کبوتر. در طی جنگ جهانی اول برای اینکه موقعیت‌های دشمن شناسایی شود، از دوربینی به شکل کبوتر استفاده می‌کردند. در واقع هنگام استفاده از این ابزار جاسوسی عجیب، دوربین را بر روی تایمر گذاشته و این پرنده را در میدان رها می‌کردند. دوربین‌های دکمه‌ای. در سال 1970 از دوربین‌های دکمه‌ای توسط اتحادیه اروپا و آمریکا استفاده می‌شد. آنها را در دکمه پنهان می‌کردند. با استفاده از یک دکمه بر روی دستگاه، لنز مورد نظر عکس‌ها را ثبت می‌کرد. فرستنده‌ای به شکل مدفوع. یکی از جالب‌ترین وسیله جاسوسی است که به شکل مدفوع سگ است. به نحوی که هیچ کس دوست نداشت با آن دست بزند. این دستگاه در سال 1970 توسط سازمان CIA به کار می رفت. قرص سیانور در عینک. گاهی اوقات افرادی که برای جاسوسی به کشور دشمن وارد می شدند نمی توانستند عملیات جاسوسی را به پایان برسانند. به همین علت در صورت به دام افتادن باید حتما از لو رفتن اطلاعات جلوگیری می کردن. برای همین سازمان CIA عینک‌هایی را طراحی کرد که می توانست قرص سیانور را در خود جای دهد و زمانی که جاسوس‌ها لو می رفتند آنها را می خوردند. تفنگ ماتیکی شکل. در سال 1965 سازمان شوروی هنگام جنگ تفنگی به شکل ماتیک ساخت. این تفنگ در نگاه اول شبیه به رژ لب بود و افراد می توانستند با این تفنگ شلیک مرگباری داشته باشند. زغال‌های انفجاری. هنگام جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا کلوخ‌های زغالی را ساخت که داخل آن مواد منفجره پر شده بود. اگر آنها را درون آتش می‌انداختند، منفجر می‌شد. کفش‌هایی با میکروفون. سرویس مخفی رومانی کفش‌هایی از یک دیپلمات آمریکایی را دزدیدند. بعد از تحقیق و بررسی مشخص شد فرستنده میکروفونی را درون کفش جایگذاری کرده است. دوربین‌های سیگاری از عجیب‌ترین ابزارهای جاسوسی است. دوربینی شبیه به پاکت سیگار است که در نگاه اول فرد متوجه قرار داشتن دوربین مخفی در پاکت سیگار نخواهد شد. تفنگ‌های گازی توسط شوروی ساخته شد و از آنان برای 2 نفر از مخالفان اوکراینی استفاده کردند. حالا تو به من بگو کدوم یک از اینا برات جذاب‌تر بودن؟